سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به پریفان میوزیک عزیزانم. پریسا هستم. بندم که سینا، ارادتمند نگاه مهربونتون. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید. قراره بریم یه آهنگ بشنویم دلانگیز، شورانگیز، خوشحال کننده. کنندش چرا؟ به خاطر اسمش، تایتلش. آره، میگه که زن بدن. چی شده؟ من اینجوری میخونمش. میخوایم بریم ببینیم قراره به کسی زن بدن. خواستگاری نباشه. بریم و این آهنگ رو بشنویم، لذت ببریم. شما هم لایک و کامنت رو فراموش نکنید. قربونتون بشم. من اگه حاضرید که بریم و شروع کنیم. میشنویم و گپ میزنیم و کیف میکنیم. زن بتن؟ من اینجوری میفهممش. جونی بکی، جورابک و تخمینه. تخمینا. آره، تخمینه رو شنیده بودیم. آره، ولی تخمینه جدید. دیدی قراره زن بدن؟ جانم. دست چه گروه باحالی هست. نمیتن. این خواهرمون همون تخمینه است. یعنی آره به نظرت اونم قراره بخونه یعنی کنارشون. فکر کنم یه گروه هن. ما اصلا این گروه رو اولین بار میبینیم. به این کوچولوها یک فضایی رو میدن که هنرنمایی کنن. قشنگ هم از صداشون. خیلی استیل و اکت رو نگاه کن. مخزنی ها. عاشق این نفر سومی و وسطی هم. اون دوتا کوچولوتره. مثلا یه اکتایی میاد اینجوری میکنن. خیلی باحاله، خیلی خوش انرژی ان. نگاهشون کن. تیپشم. آره. اینجا بود که دیگه شاعر دیگه دست به دامن شد و گفت که دیگه برو ریش و بروت هم که نداری، هنوز زوده برات. شو بعد بیا الان وقت عاشقی خیلی باحال بود. قشنگ بود. لباسای قشنگی دارن نوازنده. دقیقاً. این دوستمونم آدم استفاده.
اون دختره که کناری اون کوچولو خیلی قشنگ داره میرقصه ولی دوربین نگرفتتش. من عاشق سادگی عزیزان هستم. خیلی قشنگه و فکر میکنم از اون جشناییه که مثلا از طرف اداره آموزش پرورش، حالا نمیدونم چی میگن تو تاجیکستان بهش، درسته، یعنی اون اداره فرهنگ و آموزش برگزار شده که مثلا شاید یه همچی حسی چون دارم. خیلی کم سن و سال تو جمعیت هست. آره من میگم شاید مثلا هزار والدین و پدر و مادرای اونا هن. جالبه. به اون بکن. آره دیدی؟ قشنگ فکر میکنم این کوچولومون خودش شعره رو گفته بود، یه حسی بهم میگفت شعره رو خودش گفت. قشنگ بود، قافیه بندی داشت، مرتب بود. شعر با نمکی بود. آره خیلی عاشقونه قشنگی بود. خیلی باحال بود. کیف کردیم. مرسی از پیشنهاد قشنگتون. ما همیشه خیلی خوشحال میشیم وقتی کودکان نوجوانا رو میبینیم که میان تو موسیقی و حالا بالاخره آغاز میکنن. انقدر راه درازی دارن، قدمیه که برمیدارن و عزیزان حمایت میکنن و این استعداد خیلی استعداد زیاست. من یادمه تو این سن و سال اگه مثلا ما توی جمع این شکلی مثلا اگه دعوت میشدیم به اون سنی که اون بالاست که باید بری جلوی حضار قرار بگیری، اصلا استرس میگیریش، نمیتونی. و خیلی چقدر خوب و خوش انرژی. آره خوشمان آمد. استایل باحال داشتن، میکروفون خیلی باحال گرفته بودن دستشون. برو تا ریش و بروتا در امیدوارم با ما همراه بوده باشید، کیف کرده باشید. اگر لذت بردید حتما لایک ویدیو رو بزنید. دمتون گرمه. قربون شکل ماهتون بشم. ماچ به کله هاتون تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدارتون.